مرکز مهاجران شهر ولایت مسکو معروف به مرکز سخاروه روز 9 نوامبر سال 2022 در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان نمایندگیش را رسما باز کرد. تاجیکستان الکی دومین کشور است که مرکز سخاروه با مقصد تشکیل جمع‌آوری متشکلانه مهاجران کاری نمایندگیش را می‌گشاید. دفتر مرکز سخاروه در ازبکستان سال 2021 باز شده بود. ماریا باگریووا وزیر حکومت مسکو و رهبر دپارتمنت سیاست اقتصادی و رشد این شهر در مراسم افتتاح نمایندگی مرکز سخاروه در دوشنبه گفت هدف اساسی این کمک به ساکنان تاجیکستان در جستجوی کار در شهر و ولایت مسکو است. گشوده شدن نمایندگی مرکز مهاجران به رشد منبعی روابط دوستانه و همکاری‌های مفید بین مسکو و دوشنبه مساعدت می‌کند. نمایندگی امروز با نهادهای وکالتدار جمهوری تاجیکستان با جستجو و انتخاب و جمع‌آوری کارگران صاحب تخصص برای طرح‌های مهم شهر و ولایت مسکو در ساحه‌های نقلیات، ساختمان و ژکخ مشغول خواهد شد. این امکان می‌دهد که یک مکانیزم مؤثر جلب مهاجران کاری از تاجیکستان به کارخانه‌های پایتخت روسیه بنیاد گردد. نقل قول می‌کند تاس از سخنرانی باگریووا در این مراسم نمایندگی مرکز سخاروه در دوشنبه خزینه جای‌های کاری خالی و داوطلبان جای کار را تهیه کرده به داوطلبان صحبت‌های آنلاینی تشکیل می‌کنند و هم سطح تخصص آنها را می‌سنجند. در این مرکز همچنین به شهروندان تاجیکستان در مورد قاعده‌های بود و باش در روسیه و ترتیب گرفتن کارت مهاجرت مشوره داده در مورد چگونه پر کردن عریضه برای پتنت کمک می‌رسانند و برایشان در خرید چپتای سفر و گرفتن نوبت در مرکز سخاروه و در مسکو نیز یاری می‌دهند. ماریا باگریووا گفت از 800,000 پتنتی که هر سال در شهر و ولایت مسکو می‌دهند نصفش به شهروندان تاجیکستان داده می شود. در 10 ماه سال جاری 48% از جمع پتنت های در مرکز سخاروه داده شده به شهروندان تاجیکستان داده شده است. در اول ماه نوامبر سال 2022 در شهر و ولایت مسکو بیش از 400,000 نفر شهروندان تاجیکستان به سر می بردند و 80% آنها مهاجران کاری اند. بیشتر آنها در ساحه‌های ساختمان کار می کنند. افتتاح نمایندگی مرکز سخاروه در دوشنبه در چارچوب اجلاسیه انجام کمیسیه بین حکومتی همکاری اقتصادی روسیه و تاجیکستان صورت گرفت. این اجلاسیه نیز در دوشنبه دایر شد. هر سال بیش از 1 میلیون شهروند تاجیکستان یا تقریبا نصف اهالی قابل کار این کشور با جستجوی کار به خارج و اساساً به روسیه میروند. بخش اعظم آنها در شهر و ولایت مسکو کار میجویند. سال گذشته از روسیه و اساساً به شرافت مهاجران تاجیک به تاجیکستان بیش از 2 میلیارد دلار پول فرستاده بودند. پول‌های از روسیه فرستاده مهاجران منبع اساسی تامین زندگی اکثر عائله‌ها در تاجیکستان به شمار می‌رود.